درود، خوش آمدید به یک ویدیو دیگه از کانال ایکسورک. توی این ویدیو میخوایم بریم که قوی ترین جینچوریکی انیمه ناروتو رو ببینیم کیه. پس حتما تا آخر این ویدیو نگاه کن تا تو هم مطلع شی. روشی یک نینجای ترسناک از ایواگاکوره بود که یکی از جانوران چندم یا بیجو رو درونش پنهان کرده بود. اون خانه خود را ترک کرد تا به قدرت بیجوی خود به معروف سانگوکو یا چهاردم که داره که گگینکای گدازه بود تسلط یابد. روشی توانست تا حدی قدرت‌های چهاردم را آشکار کنه. قوی‌ترین سلاح او حالت چاکرا رهاساز گدازه بود که به او قدرت کافی برای مقابله با جنایتکاران درجه اس را میداد، مانند کیسامه از آکاتسوکی. ولی همانطور که روشی قوی بود، اون نتوانست که کیسامه را شکست بده، چون واقعا کیسامه قطعا قوی تره و اندکی بعد از اونم درگذشت. کوشینا اوزوماکی، مادر ناروتو، دقیقا اونم مثل ناروتو جینچوریکی 9 دم بود، ولی تا قبل به دنیا آمدن ناروتو. به گفته هوکاگه سوم، کوشینا به دلیل سازگاری بالای اون با جانوران، اون به عنوان جینچوریکی بعدی انتخاب شد و او را به فردی بسیار قوی تبدیل کرد. تمام دهکده از او میترسیدند و در دوران بچگیش اون را به تمسخر میگرفتن، بهش لقب هاباندرو قرمز داغ را داده بودند. دلیلش هم به خاطر موهایی بود که داشت. قدرت اون به حدی بود که بعد از بیرون آمدن کیوبی از بدن اون، کوشینا باز هم قوی بود که توانست زنده مونه و این گواهی قدرت باور نکردنی اونه. ولی خب در آخر در راه محافظت از ناروتو درگذشت. گارا زودتر از ناروتو جینچوریکی شد و دومین جینچوریکی بود که ما در انیمه دیدیم. پدرش کازکاگه راسا میخواست که گارا رو تبدیل به یک سلاح انسانی بکنه و اینطور شد که اون صاحب تکدم شد و در سن بسیار کمم جینچوریکی شد. گرچه گارا به سختی میتونست قدرتش رو کنترل کنه و تمام روستا حتی در دوران کودکی اون از اون هراس داشتن، ولی باز گارا آنقدر قوی بود که میتونست یک جنین قوی و کارکشته را حتی در زمانی که جنین بود بکشه، که این نشان دهنده قدرت اوست. با گذشت زمان مهارت و اخلاق او پس از آشنایی با ناروتو تکامل یافت تا جایی که در سن 15 سالگی یکی از جوانترین کسانی بود که تبدیل به کاگه شده بود. ولی در نهایت شوکاکو توسط آکاتسوکی به سرقت رفت. ولی با این حال باز هم گارا یکی از قوی‌ترین شخصیت‌های باقی مونده انیمه بود. یکی از معدود افرادی که میتوان اون را جینچوریکی کامل نامید. یاگورا کاراتاچی، چهارمین میزوکاگه. این نینجا در سنین جوانی سوم را به نام ایسوو کامل توانست که رامش. به این ترتیب اون میتوانست از قدرت کامل ایسوو استفاده کنه، چیزی که یک جینچوریکی معمولی به سختی میتواند به انجام آن امیدوار باشد. قدرت و کنترل او بر بیجوش او را قبل از رسیدن به بزرگسالی تبدیل به کاگه کرد. اون آنقدر قوی بود که به طور همزمان با دو عضو آکاتسوکی مقابله کرد و حتی توانست یکی از آنها را بکشد. یاگورا واقعا یک نینجایی است که باید ازش ترسید. یکی از تاثیرگذارترین افراد در انیمه ناروتو کلیر بی بود که درون خودش 8 دم را داشت. آموزش بی به قدری سخت بود که او توانست کنترل کامل بیجوی خودش رو داشته باشه. رایکاگه اون زمان اعلام کرد که اون از من قوی تر است، که رایکاگه اون زمان واقعا فرد ترسناک و قوی بود و این نشون میده که اون چقدر آدم قویه. مشارکت کلیر بی با یوکی واقعا شگفت انگیزه، زیرا آنها دقیقا مثل دو شریک با هم تکامل و پیوند خوردن و این همان چیزی است که او را متمایز میکند. و یکی از دلایل دیگه که اون رو واقعا عجیب میکنه مبارزه اون با گروه ابرقدرت تاکا بود که او را به عنوان یکی از قوی ترین جینچوریکی معرفی کرد. پدر ناروتو یعنی نامیکازه میناتو، او در زمان مهرموم کیوبی را به 2 قسمت تبدیل کرد، این و یانگ، که در از قسمت روشن و درون ناروتو و قسمت تاریک و درون خودش مهر کرد. هنگامی که او در 4مین جنگ بزرگ نینجا زنده شد، دیدیم که او قبلا به کوراما مسلط شده بود که اون را به یک جینچوریکی کامل تبدیل می‌کند. حتی بدون کوراما اون هم باز جزو قوی‌ترین نینجاهای جهان بود که بالاترین نمره در بین تمام دانش آموزان در مدرسه نینجاها داشت. البته 4مین هوکاگه دهکده برکم بوده. زمانی که اون جینچوریکی شد، قدرت آن به طور باور نکردنی افزایش یافت تا حدی که توانست با اوبیتو و مادارا مبارزه کنه. اوبیتو
شروع کننده 4مین جنگ بزرگ نینجاها بود که هدف او از این کار بیدار کردن کامل 10 بود و البته میخواست تسوکیومی ابدی را توی کل جهان فعال کنه. در حدی هم میتوان گفت که اون به هدفش رسید، زیرا ما در اواخر جنگ دیدیم که اون جینچوریکی 10 شد و او توانست تمام نیروهای شینوبی متفقین را به تنهایی در اختیار بگیرد و در نهایت اوبیتو شکست خورد. ولی نمیشه انکار کرد که بیش از 100,000 نفر نتوانستند جلوی اوبیتو رو بگیرن و البته اون در آخر خودش رو تسلیم کرد و جون خودش رو فدای محافظت از ناروتو کرد. بعد از اوبیتو اوچیا جینچوریکی بعدی 10 مادارا اوچیا بود. قطعا باید قبول کرد که مادارا قوی تر از اوبیتو است. او قادر به بازسازی هر آسیبی است و قوی ترین جوتسو یعنی تسوکیومی ابدی را در اختیار داشت. البته مادارا تا زمانی قابل مقایسه بود که ناروتو و ساسکه توسط هاگورومو تربیت شدند. مهارت مادارا بالاتر از مهارت شینوبیای جهان بود و بعضی از طرفداران هنوز از دست کیشیمیتو ناراحتند، زیرا مادارا به طور کامل بازیچه دست زتسو سیاه و کاگویا شده بود و در آخر هم دیدیم که توسط کاگویا بریده شد. و اینم بگم که مادارا گره هاشیراما هم در اون خودش داشت. اون ناروتو اوزوماکی او در زمان تولدش کیوبی را در اون خودش جا داد و تبدیل به جینچوریکی شد. نیمه یانگ کوراما بر روی او مهرموم شد و چندین سال طول کشید که او به یک جینچوریکی کامل تبدیل شود و پس از 4مین جنگ بزرگ نینجاها نیمی دیگر از 9 را تصرف کرد و او را قوی تر از قبل کرد. ناروتو همچنین یک تیکه چاکرا از تمام بیجوها در آن خود دارد و اساساً اون را به یک جینچوریکی تبدیل می کند که شبه 10 است. با پایان جنگ دیدیم که ناروتو به عنوان قوی ترین نینجا جهان معرفی شد و دلیل اصلی شکست کاگویا و غیر فعال کردن تسوکیومی ابدی بود. هاگورومو اوتوتسوکی بدون شک قوی ترین شخصیت در کل انیمه بود. او پسر کاگویا بود و به همین دلیل از زمان تولد او یک خدا بود و زمانی که اون جینچوریکی نبود توانست مادرش رو مهرموم کنه، البته با کمک برادرش هامورا. البته این هم در نظر بگیریم که پس از یک مبارزه طولانی که به مدت 2 ماه طول کشید توانست کاگویا را مهرموم کنه. هاگومورو خودش رو به جینچوریکی 10 تبدیل کرد. او به عنوان قوی ترین جینچوریکی در انیمه به حساب میاد و همچنین اون خالق نیشوست و همین دلایله که اون در نفر اول لیست قرار گرفته. خب مرسی که تا پایان ویدیو تماشا کردی. یاد نره که لایک کنی، سابسکرایب کن، اون زنگوله رو فعال کن و من رو به دوستانت اشتراک بذار که این بزرگترین کاری که میتونی در حقم بکنی. تا ویدیوی بعد، بدرود.